السلام علیکم بابای حاجی، من 4 سوال دارم. التماس با سوالهای من جواب گویید. خاله من 3 طلاقه کرده شده است، لیکن فرزندها کلینها نگاه و بین نمی کنند. خاله من حقوق دارد که با این مرد خدمت کند؟ نه دادر عزیز، خاله تو اگر موردی 3 طلاقه قرار گرفته باشد، دیگر در این مرده که گویم قبلا شوهری او بود، بعد 3 طلاق دیگر بین اینها جدایی است. این زن برای این مرد زن بیگانه به حساب می رود. دیگر این حق در او خدمت کردن و در یک خانه هم بستر شدن دیگر حق ندارند. ولی کلین ها و دخترها خدمت این مادر را باید کنند. این 3 طلاقه شده است، گفته و کلین و نبیره و فرزند از او دور باشن و او را خدمت نکنن، شما گناهگار می شوید. ولی مرد که 3 طلاقه کرده است، فقط این مرد دیگر این زن را همچو زن دیگر گویم هم صحبت شدن نمیتواند، یک جا نشست کردن نمیتواند. یعنی زناشویی دیگر در بین اینها قطع شدگی هست. زنی را طلاق کنی در قیامت به او وام میخوری یا نه؟ نه، زنی را که اگر انسان در دنیا طلاق کرد، در قیامت دیگر همراه او نیست. هر زنی را که انسان در دنیا همراه او زندگی داشتند، زندگی خوب و نیک داشتند، همین زن پروردگار در حدیث های پیامبر آمده است که از حورهای جنتی را دیده زیباترش میکند و خداوند یکی از زنهای مرد در قیامت همین زن دنیاییش میگرداند. خب در حق ما دعا کنید که در بین بسیاری رفیقانی که نماز نمیخوانند و جای خفناک است، بسیار دعوت کردم، نماز را به گردن نمیگیرند. در حق افهم هم دعا کنید که فرزند طلب است. خدا همه خواهران مادرایی که فرزند طلبند صاحب فرزند کند و همه بنده های نیک خدا که امروز از اطاعت و عبادت خدا دورند، خدایا همه اونها را توفیق و هدایت در اطاعت و عبادت خود نصیب و روزی کنی. آمین یا رب العالمین.